دوستان عزیز تقریبا یک ماه 7 روز پیش ما طرف کویبش عبدالرحمن جامی طرف قاوچونا دستانش پنل چسبانده بودیم. گفتم که اینجا 5 کیلووات میمونه. اینا آتش آوردیم 5 کیلووات. خدا خواهد با 5 کیلووات زاپاس کردیم ان شاء الله. طرف قاوچونا دوستان عزیز در اینجا 10 تا پنل موندگیمون و در اینجا 6 کیلووات اینورتر 5 کیلووات باتری با 5 کیلووات آوردیم شروع چسبانده میتیم. 100% استفاده برده است. راحت جان 24 ساعت سویت кондиционер استفاده برده میگیرن. ذرات نگاه کرده حاضر 96% داره. سیتوش کشته موندیم یک ذرات راسخ شوه هرچه ذرات یک خیل کرده بعد میل چسبانیم ان شاء الله. حاضر این خلاص کار کرده استفاده است. فقط خانه رفته چایسو باتری پنل رو کشته موندگیم. همکار دوستان عزیز حاضر چسبانده بود میکنیم شام برای شما نشان میدیم. ذخیره بسیار باشه و خوب میشه دوستان عزیز. کامپلیتش برای دیوار کریپلینش میشود و توپیکوش یعنی که برای کریپلین سخت کردن بیمیسش نجاتش و کابلای باتری همش میشود در کامپلیتش. اینا دوستان عزیز چسبانده بود کردیم 10 کیلووات زاپاس شد. اکنون حاضر ساعت 5:30 شد بعد یابید так 1 کیلووات 400 بعد قریب 1 کیلووات آمده است. راسخوتی خونه رو میبینیم. راسخوتی خونه کمتر برای نه یکم لینیا 177 وات 2 میلیون 200 وات کل کرده شده است. 1 کیلووات قریب 200 وات ذخیره کرده است. اینم که دوستان عزیز دل در خونه در علاوه در تقسیم کرده موندگیم 10 کیلووات زاپاس شد. اینا دوستان عزیز به ایمان خدا خواهد استفاده برده میگیرن. اکنون از بالای کلیشش برآمده پنلش هم یک باری هوا میگیره میریم تمام. امروزنگی سلام دوستان عزیز 15 ایول دی ماهشه 3 ایون دا آمده بودیم چسبانده بودیم با یک ماه پس اینا آمده خبر گرفته یک 5 کیلووات باتری چسبانده رفتیم اینا برای سیستم پنلش. نگاه کنین چقدر چنگ شده است. حاضر میفهمونیم خدا خواهد بگه سرقینی یک میشواش. اینا ببینید اینقدر چنگ باشد همین هم افکتش پس میکنه وقتش. 24 ساعت در خانه سویت است. 230 ولت توزیع میده. کاندیشنر ولتیناتور گرمبیت خالدنیک به مولا استفاده برده میگیره. اینا ساعت وجه 5:30 شد. افتوب 6 تا رفته سه پایون. اینم خیلی خلاص ناحیه عبدالرحمن جامی کویبش دهه فیضبار قاوچونلار ازبک محله هم خیلی دوستان عزیز به مولا زنگ زده مراجعت کرده میگیریم. حرارت پگودا تقریبا 45-50 گراد گرم است. عرق کرده گشتیم. اینم خیلی خلاص سالشنی افکتش بسیار خوب است. یعنی که 24 ساعت در خانه سویت می شود. یعنی که 230 ولت توزیع می شود. چند قطع ذخیره داره همراه استفاده میبرین. از دوستlar مرحمت که میگم سالشنی کرده باشه به این مولا تلفن قلش عزیز کن. 3 کیلووات 20 کیلووات 6 کیلووات 10 کیلووات 15 کیلووات زاپاس قancha kerak bo'lsa masalan xudo bemalol telefon qilib so'rayapsan. hozir uyda gasdan so'raymiz qanday qashlayapti nima bo'lyapti. hozir aknun aysobiy xona mepursim chiqar istifoda burada istifodas effektish chiqar chanqa foyda qadista ya'ni ki ana qadam vaqt bisor istifoda burdasin qadam vaqt kam hamma hozir mepursim. اینم خیلی lekin rohat qadista 5 kilowatt چسباندگی بود باتریش با این 5 کیلووات زاپاس کرد 10 کیلووات شد. هم وقت کمتر مبلغش کمتر بود. یک ماه پس و ان شاء الله سنوکا میکنیم گفته بودند. اینا اومده ان شاء الله. اصلا از حسابی خونه صحبت گفتن بودیم دو در التماس مرا نبرانین گفتن. خلاص قاوچونلار دهه فیضبار به مولا اومده پرسیدن میگیرین چه استفاده بردید چه چیزی چه به مولا اومده معلومات پرسیدن میگیرین. از دوستlar videoga asmir ko'rsatmoqchi edik imkon qadar bizni ko'rsatmanglar kerak emas kerak bo'lsa ki mana ko'rishsin deb aytishdi. Marhamat bemalol kim ko'rishaveradi xudo xolasa kim kerak bo'lsa uyda manzilni aytamiz shu yerda ko'rib bemalol ketaverasiz. Mana bemalol ishlayapti. Salomat bo'ling aziz.
ҳозир акнун папути омадем, ябора филтрашам як тоза карда мерем, бо нақд мешавад. Мебурам филтраша тез тоза карда истодан дар кор. Ина батареямо 5 киловатти тайёр аст. 10 киловатт запас худохоҳ. Яхе фирма. Экранош сенсорай.